دیروز در کوچه بودیم. یک خانم دختری نزدمان آمد، سلام کرد، خواست چیزی بگوید. وقتی که لباسهایش را نظر کردیم، همین پوچه های شیمش کالتا کوتاه یک مود شده است. اگر دیده باشه در داخل شهر حالا خیلی زیاد شده است که شیمها رو هم خیلی بالا یا قد میکنند یا که همین گونه است. از ما نبود، نمیدونم از کجا پیدا شد. وقتی پرسان شدم که برای چی، گفت که زیبایی. برای زیبایی گفت. خیلی کم لباس های تاجیکی دار. زیبا بودن شما را لباس نشان نمیدهد، هرچی که باطنه شما هست، نه ظاهر. صورت شما نه سیرت شما. زیبایی شما هرچی که در داخلتان هست، نه لباس پوشی نه چیزی دیگر. صورت زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنی اگر داری بیار. مولانا. خدا نگهبان شما. شما آبروی ما هستید و ما پشتیبان شما هستیم. Likey